الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادر به من از قصه از حالت یک انسان نقل میکند و میگوید که یک انسان هست، جوان است، میگوید که انسانهای مشرک عذر دارد، جهل در شرک اکبرم عذر است میگد و این سخن را از علمای کبار نقل میکند. گویا میگد که علمای کبار این سخن را میگویند که مشرک جاهل عذر دارد، جهل عذر است میگند و هر کسی که مشرک را مشرک میگوید و جهل عذر نیست گد، این را خوارج میگد. در همین مسئله صحبت میکردید. بارک الله فیکم. البته این عقیده باطل است. این اعتقاد و عقیده مرجئه ها و جهمیه ها هست که میگویند مشرک اگر جاهل باشد جهلش عذر است و مشرک را مشرک گفته نمیشود. مشرک جاهل را مسلمان مینامند و اینها مرجئه ها و جهمیه ها هستند. بارک الله فیکم. هر انسانی که زن یا مرد خودش را مسلمان بگوید و به شرک اکبر واقع شود، این مشرک است و کافر است و مرتد است. اما باید بدانیم که جهل در این مسئله عذر نیست. جهل در مسئله شرک اکبر عذر نیست و هیچگاه نمی شود. و خصوصا امروزه مسلمان هایی که به شرک واقع شدند و مشرک شدند و در بین مسلمین میگردند، همه چیز را میدانند اما خودشان را جاهل میگن. نه، اونها مشرکند. هر کسی که می آید و میگد که جهل در شرک عذر است، این اعتقادش باطل است. این اعتقادی مرجئه ها و جهمیه ها هست. و البته امروز این اعتقادی باطل مرجئه ها را مرجئه عصر حاضر، مدخلی ها و جامی ها پیش میبرند. این طاغوت پرست ها مشرک را عذر به جهل میدهد، یعنی جهل را در شرک عذر است میگردد، که البته این عقیده باطل است. از همین جهت ما میگیم که مدخلی ها، جامی ها، اینها مذهب مرجئه و گمراهان هستند. قول حق قول اهل سنت و الجماعت است و در این مسئله کتاب ها نوشته شده است. بیایید به کتاب های علمای نجد نظر میکنیم. یکی از نبیره های محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، علمای نجد عبدالرحمن و عبداللطیف و همه اینها کتاب نوشتن. یکی از اونها می نویسن که شیخ عبدالرحمن می نویسن که یا فرزندان عبدالرحمن بودند. الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل في اصول الدين. سبحان الله، نام کتاب رو زیباییش رو ببینید. الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل في اصول الدين. بیان الادله والبراهین، بیان کردن دلیل ها و برهان ها بر این که عذر بالجهل در اصول دین، در مسائل اصول بزرگ دین وجود ندارد. جهل در مسائل اصول دین عذر نیست. در مسئله توحید کسی که جاهل است جهلش عذر نیست، این کافر است. در مسئله بارک الله فیکم شرک کسی که جاهل است و به شرک واقع میشد، این جهلش قبول نیست، عذر نیست، این مشرک است. در مسئله کفر بالطاغوت، در مسئله لا اله الا الله، کسی که جاهل است معنای لا اله الا الله نمیداند، کفر بالطاغوت را نمیداند، پس او مسلمان نیست. چرا که علمای اهل سنت و الجماعت از سلف تا امروز اجماع میکنند که جهل عذر در اصول دین نمیشود. و این کتاب هم بهترین کتاب است که باید هر یک طالب علم بخواند و ضرور است. بیان الادله والبراهین على عدم العذر الجهل في اصول الدین. بارک الله فیکم. و این چنین العذر بالجهل کتابی هست، کتاب شیخ علی بن خضیر الخضیر. و این چنین شیخ عبداللطیف آل شیخ
پسری محمد بن عبدالرحمن العلامه الرد على داود جرجیس نوشتم در اونجا بیان میکنند که شرک عذر ندارد و مشرک عذر ندارد و جهل عذر نیست. و اسحاق آل شیخ علمای نجد علامة الاسحاق فی تکفیر المعین می نویسند که هر کسی که شرک را انجام داد جهل در این مسئله عذر نیست. پس کسی که این سخن را میگوید، یعنی میگوید که جهل در شرک عذر است، این گمراه است. این از عقیده اهل سنت و جماعت نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.